سانسور نکنید قبل جمهوری اسلامی امام حسین بود. بچه‌ها سانسور نکنید. تدوینگر کارتر و شاه با هم شب محرم عرق زدن خوردن. تو کجا بودی آقای سانسور، آقای مجری؟ کارگردان این تیکه منو سانسور نکن. اینا اگه سانسور میکنه بچه‌ها اگه اینو سانسور میکنید من نگم چقدر دو حرفه‌ای تو رسانه بلدی. آیین امام حسین مال جمهوری اسلامی نیست. مال 40 سال نیست. مال این 40 سال نیست. جمهوری اسلامی امام حسین برای جمهوری اسلامی نیست. قبل جمهوری اسلامی امام حسین بود. آره بود. دست غیب گفتی 1400 سال. ما هرچی داریم از مکتب امام حسین داریم، نه اینکه یه وقت ما باعث شدیم که اون مکتب زنده بشه. نه شماها شدید امام حسینی، بعد اون کسی که امام حسین رو توی مملکت احیا کرد باید تو مقام پاسخگویی باشه. شما جرأت داشتید دوره پهلوی در تقابل با بهاییت این کارا رو بکنید. اما شما میدونید سرفراز مختاری کی بود؟ شما میدونید چرا مردم صبح ساعت 5 صبح میرفتن عزاداری میکردن؟ کتلو میذاشتن دم در، فقط میگفتن آشناها رو راه میدیم. اگه سرفراز مختاری و نظمیه رضاخان بفهمه ما کارمون تمامه. شما یادتونه آقای سرفراز مختاری میشناسی کیه؟ آقای خیابانی، آقای برادر مجری؟ چه حرفی میزنی به چی میخوای تو ذهن این جوونه بکاری؟ یه کسی آمد تو عصر عاشورا سخنرانی کرد، گفت ای آقای شاه من صلاح تو را میخواهم، اسرائیل برای تو خدمت نمی کند. تو عاشورا سخنرانی کرد، تو فیضیه. شما کجا بودید وقتی در شیراز اون عمل جنسی رو سر صحنه تئاتر انجام دادن؟ کارگردانی که فرح آورده بود بعد گردن هم نگرفت، علما اعتراض کردن. شما کجا بودید؟ او امام حسین مطلوب شماست؟ یعنی ما سینه بزنیم توی حسینیه او هم اونجا اون کارو کنه؟ قاره این که کویت دیگه. شماها شدید حافظ ابا عبدالله، احیاگر ابا عبدالله. بعد اونی که به شما جرأت داد یا حسین بگید در امنیت، از او حرف نمیزنید و نمیزنید نزنید. چرا تحریف میکنید؟ والله جرأت ما نداشتیم اینجوری عزاداری بکنیم. بحرین رو ببینید چند درصد کشور آذربایجان الان شیعه است، نزدیک 80 اند. جرأت عزاداری دارن؟ متن چیزی رو که آقای مدعا میخواد بخونه رو باید چک کنه. چند سال حاکم بحرین داره تلاش میکنه نسبت جمعیت رو تغییر بده، از کشورهای دیگه میارن نسبت رو با شیعه سنی کنن. متن شعر رو باید برید چک کنی چی بخونی. اوج امنیت آمدی. حالا اینا یه اصلا امنیت هم نه. امام چه کار کرد؟ امام گفت حسین گفتن کنج حسینی ها نیست. نه ببینید محمد رضا تو کاخ تا سوشورا میگیره. مادر فرس معروف بود سفره ام البنین، سفره مینداخت. شاه مریض شد، مسئول تشریفاتش میگه من زنگ زدم گفتم این $2000 رو به مادر فرک اعتقاد بشه ساداتم، این $2000 رو بذارید زیر بالش اعلی حضرت شفا بگیره بعد پخش کنید. محمد رضا تو کاخ عزا میگیره. نه این خودمونه، این خوش اصلا جهیتیه. بله وقتی شما تحریف بکنی، وقتی شما 50% میگی 50% نمیگی هم میشه دیگه. امام حسین گفتن تو کنج حسینی ها رو برد تو جامعه. امام حسین گفتن پشت حسینی ها رو برد پشت مرز اسرائیل.